بمی گټم دی وسوایم ستم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی نیمروز تر بدخشانا وګړي لاس پکار دی کونړ تر هراتا خدمت دی تیار دی. سبحان الله سمعتن از مسئولین مرکز نواری افغانستان که امروز در این نمایشگاه ما که مدل آوردیم که به خاطر دیدن و انشالله تطبیق شدنش هستیم که یک مرکز تعلیمی است که مرکز انستیتوت زراعت ما نقشه کردیم که ریاست می داشته باشیم و بخش صنوف می داشته باشیم که تا مسئولینی که در سالهای آینده و خیر و خوبی که میان داخل انستیتوت یا این مرکز تعلیمی میشن شوق علاقهشان زیادتر باشند و یک تعمیر درست داشته باشند صنوف مجهز داشته باشند و بخش اداریشان که ریاست اجرایش میشه و بخش خیلی خوب داشته باشند و ان شاء الله الرحمن ما امیدوار هستیم که نقشه به خیر و خوبی تطبیق شود. این هم یک برج ایفل است که ما ساختیم بزرگترین برج ایفل که فعلا در این نمایشگاه بیننده هستند همگیش از چوب کار شده ما ساختیم به خاطر دکوریشن و به خاطر نمایشگاه که واقعا مقبولتر و زیباتر بگه و به خاطر ما ساختیم تا همشهریان ما و جوانای ما ببینن که واقعا از همچین چیزایی میتونیم به این سطح نمایشگاه خود برسانیم و در این مرکز نوآوری افغانستان که فعلا ایجاد شده و با جوانا راه خوب براشون پیدا شده میتونیم از این طریق چیزا میتونیم به این سطح خود برسانیم به این نمایشگاه. یا یک تعمیر 3 منزله می باشد که میره نقشه کنیم خودم چون عموما در شهر کابل امی ساعت تقویمدار انتخاب میکنن چون نمیدونن که مثلا از تقویم چی استفاده از تقویم باید حساب سولر استفاده بکنیم به خاطر مصارف اوتر پمپ مصارف برق یا و مصارف دیگر خانه که ارزش خوبتر به ما قائل